سرخط مهمترین خبرها: گفتگوی امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین درباره مهاجران، 16 حالت شکایت از شکنجه در تاجیکستان و مالک تیک تاک از بالای حکومت آمریکا به دادگاه شکایت کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 10 می سال 2024 است. رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مهاجران کاری را در روسیه حساس و در عین زمان مهم و اساسی خواند. امامعلی رحمان روز 9 می در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت: امروز میخواهم بعضی از مسئله ها را با شما بررسی کنم، به خصوص مسئله مهاجران کاری را. این موضوع برای ما حساس و یکی از مسئله های اساسی است. پایان اقتباس. ملاقات در شهر مسکو گذشت. پرزیدنت تاجیکستان موضوع مهاجران تاجیک را در حال در میان گذاشت که پس از حمله 22 مارس به کراکور سیتی هال مسکو، تفتیش و بازداشت و اخراج آنها افزوده است. تاجیکستان چنین برخورد را نامناسب دانست و از شهروندان اشخاص به ضرورت به روسیه نروند. تحولات آخر را از علامت‌های تیره شدن رابطه‌های تاجیکستان و روسیه می‌دانستند. امامعلی رحمان روز پنجشنبه بار دیگر روسیه را شریک استراتژی و همپیمان تاجیکستان دانست و تاکید کرد که دوشنبه این موقعش را تغییر دادنی نیست. Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению наших трудоиммигрантов. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов, поскольку демографический уровень в Таджикистане 2,5 роста населения ежегодно. Это было один из бывших советских республик, который во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали таджики. И сейчас участвуют, строят, особенно в строительстве. Таджики – это очень древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо, то, что это наносил очень серьезный урон. ولادیمیر پوتین در نوبت خود مناسبت‌های روسیه را با تاجیکستان در بسیار بخش‌ها از جمله اقتصاد در حال رشد نامید و گفت روسیه شریک اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان میماند. درباره کدام توافق مشخص از دیدار امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین گزارش نشده است. خبرگزاری دولتی خاور نوشت: رهبران تاجیکستان و روسیه تاکید کردند که اداره‌های داخلدار برای رفع مشکلاتی در ساحه مهاجرت کاری به وجود آمده تدبیرهای مشترک اندیشند. موافقه حاصل شد که به این خاطر هیئت‌های بلندپایه هر دو جانب در مهلت‌های نزدیک مذاکرات دایر نمایند، نوشته از خاور. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. نمایندگان مخالفان حکومت تاجیکستان را برای آن تنقید می‌کنند که در بیشتر از 30 سال نتوانسته است مردم را به کار و معاش مناسب در کشور تامین نماید. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بجزایی میگوید سال 2023 16 مراجعت دریافت کرده است که ساکنان از شکنجه و بدرفتاری از در مقامات قدرتی شکایت کردند. 5 نفر که از شکنجه شکایت کردند زن بوده، 2 تن دیگرشان نابالغ بودند. به قول منبع، ساکنان اساساً از روبرو شدن با چنین نمودهای شکنجه در مقامات‌های قدرتی شکایت کردند. حبس‌های غیرقانونی و خودسرانه، زورآوری جسمانی در شکل لطوکوب، گذاشتن برق، تهدید تجاوز به جبردیده یا اعضای عائله او و تحقیر و پستنی. مقامات هنوز به این گزارش واکنش نکردند، ولی در گذشته بارها گفتند نه همه شکایت‌ها از شکنجه تصدیق می‌شوند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه میگوید از 16 مراجعت درباره روبرو شدن با شکنجه، 15 عریضه از ساختارهای زیرتابه وزارت کارهای داخلی و 1 شکایت از مقامات امنیتی است. بیشتر آنهایی که از بدرفتاری در مقامات قدرتی شکایت کردند از 35 تا 45 ساله بودند. شکایت‌ها از شکنجه در اداره‌های قدرتی تاجیکستان نو نیست. این موضوع سال‌هاست در کشور داغ است و چندین مراتب ساکنان از شکنجه و حتی مرگ نزدیکانشان بعد بازداشت شکایت کردند. یکی از نمونه آن مرگ مرموز عبدالقهار رازقوف، ساکن شهر کولاب است که در اول ماه ژانویه سال 2023 بعد چند ساعت بازداشت از سوی کارمندان میلیسا به شکل مرموز درگذشت. وزارت کارهای داخلی سبب مرگ رازقوف را استفاده زیادی آمفتامین گفت، اما نزدیکانش به این باور نکردند و اعتراض نمودند. در پی این 3 کارمند میلیسا هم در رابطه با این حادثه دستگیر و زندانی شدند. اما ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در اظهاراتش که 9 می پخش شد میگوید مبارزه با شکنجه در تاجیکستان چند مانعی دارد، از جمله خودداری قربانیان شکنجه و نزدیکان آنها از ادامه
مراجعت، دسترسی فوری نداشتن وکیلان دفاع با زیر حمایه های خود در بازداشتگاه موقتی و یا سزا، چون برای این اجازه مفتش طلب کرده می شود و فریب دادن بازداشت شده ها که اگر مقابل خود نشان دهند به زودی آزاد خواهند شد. سازمان های حامی حقوق بشر بارها تاجیکستان را برای جای داشتن شکنجه بازداشت شده ها تنقید می کنند. با شروع موسم کشت و کار در کشور، کشاورزان ولایت ختلان به حمله ملخ روبرو شدند. کشاورزان میگویند که شماره ملخ ها هر روز زیاد می شود و محصولات آنها را می خورد. کیومرث عطا در این باره گزارش می دهد. این سیله ملخ ها مثل بلای برای کشاورزان و چارواداران وادی وخش هستند. روز به روز بزرگتر می شوند و از یک ناحیه به ناحیه دیگر حمله می کنند. اینجا زمین های جماعت بستان قلعه ناحیه کوشانیان است. در همسایگی ناحیه دنغره که از چنگ ملخ در امان نمی ماند. این چوپان ها از ناحیه جلال الدین بلخی به ناحیه فیض‌آباد حرکت دارند. ساعت استراحت می کنند تا گوسفندان هم بیچرند. در جایی که حالا پای ملخ به آنجا نرسیده است، می گویند که لشکر ملخ ها امسال بزرگتر است. ملخ سال بهد بسیار. ملخ همه جدا ملخ بسیار بهد. راه نامودیم همه جدا ملخ علف پول میخورد اگه پشت دیگه. همینجا آمدیم کم تا بود رو همینجا ملخ بهد بسیار. همه را خورد است. مولام گشنه اومده توجه روی گشنه نیست علف بخوره. مقامات ختلان هم میگویند که امسال منطقه های وسیع‌تر از دست ملخ آسیب دیدند، ولی مساحت زمین های ضرر دیده حالا دقیق نشده است. اگر برای محو آنها زودتر دست به کار نشوند، حشرات زیان آور کشتزارهای وسیع‌تر را نیست و نابود می کند. سال گذشته کشاورزان زیاد از دست ملخ میدانهای پخته و دیگر زراعت‌هایشان را از دست دادند و هزاران سامانی ضرر دیدند. دوباره کوریدیم پخته را. ایدیما شاهنظر و از دهه سنگتوده ناحیه دنغره یکی از آنهاست. امسال هم می ترسد که از بلای ملخ امین نمی ماند. برای همین از مقامات می خواهد که کمک کنند. تاریخ تگیه ملخ یک روزی سیو بچه ها پول میتن میروان میزنن با دورزنک کدومیتی ویره میکشن. اینجا چراگاه های ناحیه کوشانیان است که زهر می پوشند تا ملخ را از بین برند. مقامات میگویند ملخ به دیگر نواحی به مثل پنج و فرخار، دنغره و بلخی و دیگر ناحیه های ختلان نیز حمله کرده است و ستاد مبارزه بر ضد ملخ تدبیر می اندیشد. چاره های ناکافی سبب بازگشت ارتش ویرانگر و ضرر دیدن کشاورزان دانسته می شود. روسیه یک قسم نیروها و مرزبانانش را از چند ولایت ارمنستان میبرارد. این توافق 8 می در ملاقات ولادیمیر پوتین و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان حاصل شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل هم این معلومات را تصدیق کرد و گفت با درخواست جانب ارمنستان یک قسم مرزبانان روسیه در منطقه های مرزی با ترکیه و ایران میمانند. موجه آلمان هم 8 می خبر داد که پوتین و پاشینیان توافق کردند که به فعالیت مرزبانان روس که بعد سال 2020 در ولایت‌های ارمنستان مستقر شدند پایان داده شود. روابط مسکو و یریون بعد جنگ قره‌باغ و حمله آذربایجان سرد شده است. ارمنستان جانب روسیه را به حمایت ضروری نکردن از این کشور متهم می‌کند. شرکت چینی بایت دنس التدی که مالک شبکه تیک تاک است از بالای قرار حکومت آمریکا به دادگاه حوزه کلمبیا شکایت برده است. قبلا حکومت آمریکا گفته بود دوام 9 ماه آینده تیک تاک را می‌بندد اگر مالک شبکه تجارتی خود را در آمریکا به کسی دیگر نفروشد. حالا مالک این شبکه از دادگاه می‌خواهد طرح قانون درباره محافظت آمریکایی‌ها از تاثیر منفی برنامه‌های خارجی غیر کنستیتوسیونی اعتراف شود. جانبداران محدودسازی تیک تاک میگویند این شبکه به امنیت ملی ایالات متحده آمریکا خطر دارد. با باور آنها حکومت چین میتواند از شرکت بایت دنس که مالک تیک تاک است معلومات شخصی کاربران از آمریکا را طلب کند. بخش یک روز تاریخ را در تقویم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 10 می را فرا میگیرد. دهم می
10 می سال 1995 بر عوض پول شوروی سوم یا روبل در تاجیکستان روبل تاجیکی جاری شد. قرار گذریش به قرب ملی تخمینا 2 سال بعد آن قبول شد که در قلمرو سابق شوروی به خصوص روسیه گردش پول سوویتی خاتمه یافت. روبل تاجیکی 5.5 سال در معامله بود و چندان آبروی بلند نداشت. اکتبر سال 2000 وقتی سامانی پول رسمی تاجیکستان اعتراف شد 1000 روبل با 1 سامانی تبدیل می شد. 10 می زادروز هنرپیشه معروف تاجیک هاشم گدا است. هاشم گدا سال 1937 در شهر کولاب تولد شده. هنر اکتوری و کارگردانی را در گیتیس دانشگاه دولتی صنعت به نام لوناچارسکی مسکو خوانده است. در دهها نمایشنامه‌های تئاتری و فیلمنامه‌ها نقش آفریده است که معروف‌ترینشان نقش سهراب در قصه‌های از شاهنامه بریز کیمیاگرف میباشد. 10 می زادروز خادم دولتی عبدالمجید دوستیف می باشد. دوستیف سال 1946 در شهر قرغان‌تپه باختر امروزه تولد شده در مقام‌های کلانی دولتی کار کرده است. مؤسسی حزب حاکم خلقی دموکراتی است که آن را امام علی رحمان رهبری می‌کند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1088 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. برایتان دوام 2 روز آینده استراحت خوشخواهانه. خدا نگهدارتان.